سلام دوستان، به خونه و آشپزخونه من خوش اومدین. امروز با هم میریم برای خشک کردن پیاز. ابتدا پیازها رو شسته و پوست میگیرم، بعد اونها رو خورد میکنم. میتونین به صورت خلالی یا به صورت حلقه‌ای اونها رو خورد کنین، هیچ فرقی نداره. برای خشک کردن از هر نوع دستگاهی مثل ماکروفر، سولاردوم یا اینکه میوه خشک‌کن میتونین استفاده کنین، فرقی نمیکنه. اما زیر نور خورشید امکان گرفتن میکروب اطراف خیلی زیاده برای پیاز، پس بهترینه که خیلی سریع با این دستگاه ها خشک کنین. من پیازها رو خورد کردم، توی سبدای میوه خشک‌کن گذاشتم و برای مدت 10-12 ساعت گذاشتم تا پیازها خشک بشه. البته در بین این مدت چند بار طبقه های میوه خشک‌کن رو پایین بالا گذاشتم، به خاطر اینه که طبقات پایین زودتر خشک میشن. در ضمن اگر توی فضای باز این کار رو انجام بدین که بوی پیاز داخل ساختمون نپیچه و اذیتتون نکنه خیلی بهتره. بالاخره پیازها خشک شدن. اگر از دستگاه برقی استفاده میکنین مدت زمان استفاده از برق زیاده. من یه مدتی هم اینا رو توی سینی فر ریختم و از فر استفاده کردم برای خشک کردنشون، چون توی فر خیلی سریعتر خشک میشه. اما بالاخره خشک شدن. حالا به صدای اون توجه کنین، ببینین که چقدر ترد و خشک هستن و میتونم اونها رو به شکل پودر در بیارم. حتی میتونین به همین شکل اونها رو نگهداری کنین که هر زمان خواستین به همین شکل خشک اونها رو تف بدین و برای پیاز داغ استفاده کنین. خب یه مقدار از پیازها رو پودر کردم، میتونین به همین شکل استفاده کنین یا اینکه از الک رد کنین که یه پودر پیاز نرم و عالی داشته باشین. از پودر پیاز در انواع غذاها یا اینکه برای مزه‌دار کردن انواع کباب‌ها میتونین استفاده کنین. پیاز رو به مقدار کم خشک کرده و پودر کنید و برای نگهداری اون حتما از ظرف شیشه‌ای استفاده کنید. مکانهای نمناک و مرطوب باعث خرابی پودر پیاز میشه. دوستان عزیز، موفق باشین و خدا نگهدارتون.